بسم الله الرحمن الرحیم. بپوش دستایت. این بسم الله الرحمن الرحیم وقتی که تو بپوشی بود. دوستان عزیز انشالله خوب باشین. قسم شما در جریان هستین. زمستان امسال بدون شک مثل سالهای گذشته یک زمستان طاقت فرسا است برای هموطنان ما. ما در ضمن از اینکه کمپاین زمستانی برای انداختیم، شما به شکل پا نگاه میکنین. در ضمن از اون ما توزیع جمپرها داریم به خانواده ها و کودک هایی که فامیلایشان در واقع نیازمند هستند. باش که دست خدا اوگار نکنه. چی جور کردی؟ شپرک جور کردی خدا. ما الحمدلله امسال قرار است که نزدیک به 10,000 دانه جمپر در البته ولایت‌های مختلف، مناطق مختلف توزیع کنیم. امروز 100 دانه را به خانواده‌ای آوردیم که اینا در منتلی اسپانسرشیپ شامل هستند. کودکایی که ماهانه حمایه میشه و در بدلش اونا در واقع درس میخوانند. دوستان عزیز برنامه ما جریان داره. همکارای ما انشالله متواقی را خواد پوشان به غیر از این خورترک هم من میپوشانم. چوب کالا پوشیده. چوب کالا پوشیدی. دیگه نامت چی است؟ او دیگه دست آدم دست چپ دراز داخل میکنه. سکته داخل که آفرین. البته دوستان این سایزهای مختلف است بر این کودکا. خب متواقی را عزیزای ما خواد پوشان. بیاین شما در این قسمت خانواده را نگاه میکنین. دوستان عزیز این فامیلایی است که اینمی فرزندکایشان کارهای شاقه میکردن، در بدل از او ما اینا رو ماهانه کمک میکنیم و اینا دیگه فرزندای خودمون به کار شاقه، به موتورشویی و بالاخره به تگدی و موارد دیگه نمیفرستن. پس شما مگه یک خانواده رو میخواین که اسپانسر شوین، با $100 میتونین که نظام یک خانواده را سرپرستیش به عهده بگیرید. ما سرپرست یک یتیم در روز آخرت با رسول الله صلی الله علیه و سلم و مثل پیامبر صلی الله علیه و سلم انگشتان چنین میکنند. پس در ماهای سخت زمستان قرار داریم و بیاین که فامیلا رو سرپرستی و کمک کنیم. پای تاملوچ است خالی از اجر پاداش نخواد. این کار رو مشاهده میکنیم دوستان عزیز. ما شما تقاضا میکنیم که در ماه بعد انشالله این تعداد خانواده 10 نفر دیگه اضافه شود. شماره تماس هم در خدمت شماست و السلام علیکم. خداحافظ بگو. خداحافظ.